امروز میخوام پکیجایی که توی پروژه قرار استفاده کنیم رو روی پروژمون نصب کنیم. سلام، من علی احمدی ام و اینجا کد تو مستر. خب توی این ویدیو میخوایم که پکیجایی که توی پروژه میخوایم استفاده کنیم رو نصب کنیم. خب پروژه ما یه کیف پول خواهد داشت، پس من میخوام یه پکیج برای کیف پول نصب کنم. پکیجی که میخوام نصب کنم پکیج لاراول ولت هست که اگه اسمش رو بزنین لاراول ولت براتون پکیج میاد و خب ساده هست. میتونین چند تا ولت باش بسازین، ولت مثلا ریالی بسازین، ارزی بسازین، 4-5 تا ولت داشته باشه کاربر. میتونین پول واریز کنین بهش و پول رو برداشت کنین و با لاراول حالا 11 و 12 هم سازگار هست. میتونیم روی لاراول 12 این رو نصبش کنیم. خب اینجا فرمان نصبش رو برمی‌داریم، کامپوزر رکوارد، اسم پکیج هست. خب اینجا اون رو پیست میکنیم و نصبش میکنیم. من پکیج رو میخوام دونه دونه نصب کنم که دونه دونه بهتون بگم که برای چه کاری ازش استفاده میکنیم. خب منتظر میشیم تا نصب بشه. پکیج بعدی گوگل اتنتیکیشن هست که برای فرستادن نوتیفیکیشن از طریق فایل بیس میخوایم نصبش کنیم. باید نصبش کنیم، توی فایل بیس لاگین کنیم و به اپلیکیشن یا مرورگرمون نوتیفیکیشن بفرستیم. حالا اون دستوری که وارد کردیم و دوباره میاریم، گوگل اتنتیکیشن رو برای ما نصب کنیم. خب این پکیج هم برامون نصب شد. میریم سراغ پکیج بعدی. یه پکیجی هست برای کار کردن با عکس ها که عکس ها رو کمپرس میکنین، تبدیل میکنین فرمتشون رو، کیفیتاشون رو درست میکنین، بعد توشون میتونین نوشته اد کنین و حالا هزار تا کار دیگه. خب این پکیج هست اینترونشن ایمیج که برای لاراول و حالا پی اچ پی هست. این رو هم نصب میکنیم. خب این رو هم میزنیم تا نصب بشه. خب تا این نصب بشه بریم سراغ پکیج بعدی. پکیج بعدی ایجنت هست. من از ایجنت ها برای اینکه بفهمم کاربر با چه مرورگر و چه آی پی و حالا چه مشخصات دیوایسی اومده و بتونم که موقعی که حالا موبایل دسکتاپ اینا رو بتونم تشخیص بدم و اطلاعات کاربر رو ذخیره کنم. این پکیج هست، پکیج ایجنت، و میتونیم به راحتی توی PHP ازش استفاده کنیم. خب این رو هم میزنیم تا نصب بشه. بریم سراغ پکیج بعدی. پکیج بعدی برای برودکاستینگ توی لاراول. خود لاراول تازگی های پکیجی داره به اسم ریورب که ما از ریورب استفاده خواهیم کرد. کار باش آسونه، مشکلات پکیج های قبلی رو نداره و خب میتونیم توی پروژه ازش استفاده کنیم. خب این رو هم میریم اینجا، میتونین شما داکسش هم بخونین خودتون و آسونه. با این کد میتونیم این ریورب رو روی پروژمون نصب کنیم. این رو هم میزنیم تا نصب بشه. خب میگه چی رو میخوای نصب کنی؟ میگم ریورب رو میخوام نصب کنم. میگه که ریورب رو میخوای؟ میگم بله و منتظر میشیم تا نصب بشه. خب اینجا میگه که نود دپندنسی میخوای؟ میگم نه و اینم نصب شد. خب بریم سراغ پکیج بعدیمون. برای امنیت API مون خود لاراول یه پکیجی داره به اسم لاراول سانکتم که ما این رو میخوایم نصب کنیم. کارش اینه که یوزر لاگین میکنه، به یوزر یه حالا API میده، میتونیم باهاش لاگین یوزر رو چک کنیم و اینکه اتنتیکیشن انجام شده توی سرویسمون. خب طریق نصبش هم به این صورت هست که میایم تو قسمت اینستالیشن و این کد رو کپی میکنیم و میریم توی پروژمون و این رو پیستش میکنیم تا لاراول سانکتم هم روی پروژمون نصب بشه. خب پکیج بعدی که من ازش استفاده میکنم برای کار با داده های تاریخ های فارسی هست که تبدیل تاریخ به فارسی و حالا فرمت بندی اون. این پکیج جلالی هست
که میتونیم این رو از گیت هاب همین رو سرچ کنیم براتون میاره و این رو هم من میخوام روی پروژه خودم نصبش کنم. خب اینجا به ما میگه که دیتابیس مایگریشن میخوایم، میگم که کجا نوشتم این پایین باید بنویسیم، میگیم که نه. خب اینم نصب شد، میریم سراغ نصب. چه اتفاقی افتاد؟ این چیز اضافه شده اینجا، این دالره. خب میریم سراغ نصب پکیج جلالی که برای کار با تاریخ فارسی هست. خب اینم نصب بشه. پکیج بعدی پیردیس هست که برای کار با ردیس توی PHP ازش استفاده میکنیم. این رو هم بزنین براتون میاره که گیت هابش رو اینجا من میزنم و خب اینم نصبش میکنیم. خب اینم پیردیس هست برای کار با کش ردیس که داده هامون رو کش کنیم سمت سرور. خب پیردیس رو هم نصب میکنیم. خب پکیج بعدیمون GeoIP هست. وقتی کاربر، سایتمون چند زبانه است، کاربر که از کشورهای مختلف و IP های مختلف وارد میشه، ما بتونیم IPش رو تشخیص بدیم و با توجه به کشور مقصد بتونیم زبان سایتمون رو تنظیم کنیم. خب این رو هم میایم توی گیت هاب GeoIP و میایم توی قسمت نصبش که اینجا نذاشتن، تو Getting Start Guide بریم، اینجا 100% نصبش رو گذاشتن. این رو بر میداریم و میایم توی پروژمون این رو هم اضافه میکنیم و منتظر میشیم تا نصبش تموم بشه. خب واسه استفاده از GeoIP یه پکیج دیگه نیاز داریم که نصب کنیم. Composer Required GeoIP 2. این رو هم میزنیم تا نصب بشه که پکیجامون تکمیل بشه. البته فکر کنم یه پکیج از اینها نصب نشده، باید ببینیم کدوم پکیج هست. خب ما یه خورده تازگی مشکل اینترنت داریم، پکیج هایی که از کامپوزر دانلود میکنیم نصب نمیشن و حالا راه حلی هم براش فعلا که پیدا نشده. همینجوری داریم میریم جلو دیگه، حالا ببینیم چی پیش میاد. خب من یه بررسی بکنم ببینم که کدوم پکیج ها نصب نشدن. پیردیس انگار نصب نشده، پیردیس رو دوباره اجرا کنیم. خب پیردیس نصب شد. گزینه دیگه که اینجا نداریم سنگتم، ریورب نصب نشده. ریورب هم نصب کنیم که این بود. میگم ریورب رو میخوام، میگم بله. و ببینیم اگر اینترنت ما اجازه بده این پکیج هم نصب بشه. بله تازه داره دانلود میکنه. بذاریم ببینیم نصب شد. خب اینم ریورب هم نصب شد. خب ایجنت هم ما اینجا نداریم، من نمیبینم ایجنت رو. خب ایجنت رو هم یه بار دیگه باید نصبش کنیم تا پکیجامون کامل بشه. اینجا میگه نود، میگم نه نمیخوام. خب ریورب نصب شد، جلالی رو داریم، پیردیس رو داریم، GeoIP رو داریم، ایمیج رو داریم، اتنتیکیشن گوگل رو داریم، GeoIP 2 رو داریم و لاراول والت رو هم داریم. این ایجنت رو دوباره باید نصب کنیم که ببینیم اگر دانلود بشه که عالی میشه. خب اینم دانلود شد و نصب شد. خب اینم نصب شد. PHP من میخوام ببرم روی 8.3 چون 8.3 رو سیستمم نصب دارم. والت رو داریم، اتنتیکیشن و ایمیج و ایجنت و ریورب و سنگتم و جلالی و چی بود زدم؟ جلالی و پیردیس و GeoIP. خب همه دپندنسی هایی که توی پروژه نیاز داشتیم رو نصب کردیم. برای این ویدیو کافیه. توی ویدیوی بعد ادامه پروژه رو خواهیم رفت. مرسی از اینکه نگاه کردیم. خداحافظ.